مقصد اجرای دستور سفارش پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون جهت دریافت بهترین عائله ها و ترغیب و تشویق عائله های سالم، بلند برداشتن معرفت عائله داری و مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیه فرزند، آماده نمودن فرزندان به حیات مستقلانه، پیشگیری زورآوری در عائله، گسترش فرهنگ عائله‌داری در اساس نشانداد نقشه عملی برنامه دولتی رشد عائله در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2024-2028 که با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 1 مارس سال 2024 تصدیق کرده شده است. از سنه 10 تا 20 ایول سال روان دور ناحیوی آزمون‌های بهترین همسر و فرزند باقی پدر و مادر دایر گردید. این آزمون بهترین ها را از همه شهر و ناحیه ها گرد آورد. اشتراک کنندگانش که دارای خصوصیت های خاصی عائله داری، نمونه عبرت به دیگران و تربیت کنندگان خوبی نسل نورس بودند، از تجربه های در حیات اندوخته و مورد تطبیق قرار دادهشان که نتیجه های دلخواه را به بار آورده است، به اعضای حکمان ارزیابی کردند. محض در عائله تشکل می‌یابد. عائله اساس جامعه و مهمترین جزء جمعیت و دولت میباشد. آزمون مذکور با مقصد بلند برداشتن مسئولیت عائله در تحکیم فرهنگ عائله‌داری، همچون ارزش مهم اجتماعی فرهنگی، بالا بردن معرفت حقوقی، شهروندی و روزگارداری عائله‌ها، سالم، استوار و پایدار نگاه داشتن عائله، کاهش دادن شماره بیکارشوی عقد نکاح، بلند برداشتن مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزندان، آماده نمودن جوانان به حیات مستقلانه و هدایت آنها به نگاهبین و پرستاری والدان برگزار کرده شد. عائله‌های نمونوی و تجربه روزگار دیده بودند.